بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بیگمان آنهایی که ایمان آوردند و اعمال شایسته ورزیدند، نماز را به تمام و کمال برپا داشتند و زکات را پرداختند، مزد ایشان نزد پروردگارشان است، نی بر ایشان خوفی است و نی هم ایشان اندوهگین می شوند. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ای مؤمنان، از خدا بترسید و آنچه را از سود مانده است رها کنید اگر واقعا مؤمن هستید. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اگر سودخواری را رها نکردید پس به جنگ از طرف خدا و رسولش آماده باشید، ولی اگر توبه کردید در آن صورت اصل سرمایه شما از آن شماست، نی ستم می کنید و نی هم به شما ستم می شود. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. اگر مدیون دچار تنگ دستی باشد پس برای او مهلت است تا توانگری، و اگر قرض خود را برای او ببخشید این برای شما بهتر است اگر فایده این کار را بدانید. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. و از روزی بترسید که در آن به سوی خداوند بازگردانیده می شوید، سپس هر شخصی چیزی را که کسب کرده است تماما به او داده می شود و به ایشان ستم نمی شود.